در اساس کتاب‌های بالا و با دسترسی ماده‌های 332 335 339 341 344 347 348 و 350 کدکس مرافعه جنایتی جمهوری داشتن سود حکم کرد. جرای و مطالعه رستمانه با بندی به قسم 4 ماده 247 کدکس جنایتی جمهوری داشتن گناهکار دانسته شده و او با این ماده جزای محروم ساختن از عضوی به مدت 9 سال و محروم کردن از مشغول شدن به فعالیت صاحبکاری به مدت 3 سال و نگاه داشتن در کاران اصلاحی دارای نظام عمومی تعیین کرده شود. شورای پیشگیری جرای و مطالعه رستمانه در حبس بودن به تعقیب مانده شود. سرشوی مهلت ادای جزا نسبت جرای و از روز دستگیرکنی واقعی یعنی 13 اکتبر 2014 سال به حساب گرفته شود. در اساس بند دوم ماده 7 قانون جمهوری اسلامی درباره عفو از 29 2014 سال تحت رقم 311 مهلت اعلام نگردیده جزای جرای و مطالعه رستمانه از 3 حصه کم کرده شود. از حساب جرای و مطالعه رستمانه رفقای جبردیدگان حیدر و نزاکت 8,000 دلار آمریکایی، متمثل به اسعار ملی سامانی، یوسف شوراجان 3,500 دلار آمریکایی، متمثل به اسعار ملی سامانی، سعید فتح‌الله 3,700 دلار آمریکایی، نظرف نبیجان 2,500 سامانی، اسمان خلق تلاوه 36,000 سامانی، نایب دولتشاه 7,500 سامانی، علی بختیار 13,000 دلار میاد، متمثل به اسعار ملی سامانی، یوسف مبینجان 6,000 دلار میاد، متمثل به اسعار ملی سامانی، کمبارف رسولجان 1,750 دلار میاد و 3,800 سامانی، دعوت سیف‌الدین 950 دلار میاد، احمدشاه سفرعلی 2,370 دلار میاد، رجب روشن 9,000 سامانی، عظیم میرزاقادر 20,000 سامانی و 200 دلار میاد، سیدعلیeva 10,700 دلار میاد و 4,000 سامانی، علی مفیدشاه 27,000 سامانی دلار میاد، سعید محمدی 15,000 سامانی، شویمردان حکومت 3,000 سامانی ریونده شود. و شروان مولایی جبردیده فهمیده شود که باید معین کردن اندازه ضرر رسانده شده و تاریخ پیشبرد سود گرفتنی با سود مراجعه کنند. نسبت حکم مذکور در مدت 10 شبانه روز از لحظه اعلام آن و سود شونده باشد از روز گرفتن نسخه حکم توسط همین سود و کلیه سازی باید با پرونده‌های جنایتی سود شهر شنبه صورت به اعتراض کاساسیونی آوردن ممکن است. رئیس کننده سودیای سود ناحیه اسماعیلی سامانی شهر شنبه نورعلی‌زاده سفر مجید